سلام، حالتون چطوره؟ جاتون خالی؟ اومدم بیرون و هوام بسیار عالی و نزدیک غروب هم هست دیگه. امروز میخوام در مورد یه موضوع صحبت کنم که خیلی همون انجام میدیم و اون سرزنش کردن خودمون و دیگران. البته امروز میخوام فقط در مورد سرزنش کردن خودمون که معمولا انجامش میدیم صحبت کنم. اینو بدمش بالاتر این سرمه. ببین همه ما انسانیم دیگه و یه سری خطاها و اشتباهات تو زندگیمون انجام میدیم، ولی اینکه همچنان بابت یه اشتباهی که انجام تو زندگیمون همچنان داریم خودمون رو سرزنش میکنیم و همش دنبال دلیل میگردیم که چرا من اون موقع این کارو کردم، اصلا به چه دلیلی، و خیلی کسا رو حالا مقصر میشناسیم یا خودمون مقصر میدونیم و اینا. لطفا واقعا استاپ کنیم و دست بردارین از این کارا، چون فقط جز ضربه زدن به خودتون هیچ کار دیگه رو انجام نمیده. ببینیم ما همه انسان هستیم و توی یک شرایط قرار میگیریم گاهی اوقات که بنابر اون شرایط و آگاهی که در اون لحظه داریم مثل تصمیمات میگیریم که بعدها متوجه میشیم که اون تصمیمی که گرفتیم فقط تصمیم غلط و اشتباهی بوده. خب و اینکه به نظر من وقتی که داری خودتو دائما سالها و روزها، ماهها، بعضی وقتا سالها واقعا داری خودمون رو بابت یه اشتباهی داری سرزنش میکنی، جز این که خودتو و زمان حال و آینده خودتو خراب کنی، هیچ کاری دیگه انجام نخواهی داد. ببین اگر وقتی متوجه میشیم یه کاری رو انجام داریم میدیم که اون کار خطاه، اول دیگه نباید اون کار رو انجام بدیم. دومی که باید درس بگیریم، ببینیم دنیا چه درسی میخواست به ما بده، اصلا اینکه من این تصمیم رو گرفتم چه دلایلی وجود داره در خارج، در درون من، اصلا چی شد که چرا من این تصمیم رو گرفتم. خب و دنبال حل اون موضوع باش، دنبال اون دردی باش که باعث شده تو اون تصمیم رو بگیری. خب گاهی وقتا ما یه سری دردهای درونی داریم، یه سری تروما داریم، یه سری بیماری هایی که مربوط به روح و روان، همونجور که جسم ما بیمار میشه روح ما هم بیمار میشه و نیاز داریم که درمانش کنیم. تا زمانی که درمان نشه، خب مثل دقیقا دندونی میمونی که حالا خراب شده و شما هی مسکن مصرف میکنید، تا زمانی که اون دندون رو پیش دندون پزشک نری و عمقی و اصولی درست نشه اون دندون، شما همچنان درد خواهی داشت. دقیقا همینه، روح و روان ما هم همینه. تا زمانی که شما اون بیماری و اون دردی که مربوط روح و روان شما میشه تا اونو عمری درمانش نکنی، انقدر دنیا یه سری آدم ها سر رو شما قرار میده و شما اون اشتباه رو تکرار میکنی که درسش رو بگیری و اینکه به دنبال درمان اون باشی. مثلا به عنوان مثال آدم هایی که حالا ترسو هستن باید برگردن ببینن چه چیزی باعث این ترسشون میشه. آدم‌ها که زیاد دروغ میگن باید ببینن چرا اصلا انجام میدن این کار دروغگویی رو انجام میدن. یا کسایی که زیاد غر میزنن، کسایی که خیلی حسادت میکنن، یا کسایی که خیلی حسرت میخورن، همین رو برمیگرده مثل دردهایی که درون خودشون دارن. خب تا زمان که درمان نشه این ما این کارا رو انجام خواهیم داد. پس اگه یک کار اشتباهی انجام بدی، بدونی که در اون زمان تو یه سری شرایطی داشتی و یه سری آگاهی‌هایی داشتی که دست به اون کار زدی. اوکی؟ و در زمانی که تو آگاهی بیشتر شده فهمیدی که متوجه شدی این کاری که کردی اشتباهه و اولین کاری که می‌کنی دیگه باید اون کار انجام ندی و بعد حالا
دنبال جبران کردن اشتباه خودت باشی و دیگه خودت سرزنش نکن که سرزنش کردن باعث میشه همزمان حال خودت رو از دست بدی، هم آینده رو از دست بدی، هم حال خودت رو بدتر میکنی و باعث میشه اون مورد اینقدر تو زندگی تو بارها و بارها تکرار میشه که تو درس تو بگیری. مثلا خیلی میگن که ما تو رابطه‌های مختلف میریم اسم‌ها عوض میشه، آدم همون آدم قبلیه. میدونی برای چی؟ اینقدر دنیا آدم ها اشتباه سر روی آدم ها قرار میدن تا یک جایی باید بفهمن نباید اعتماد بیجا انجام بدن. میگم هممون، حتی من خودم به نوبه خیلی اشتباهاتی داشتم که همشون واقعا ناخواسته بوده، شاید ناخواسته به خاطر یه اشتباهی یا یک چیزی رو در اون لحظه پذیرفتم، یه درخواستی رو قبول کردم و باعث شده به یه نفر ضربه بزنم که اصلا واقعا دلی نبوده، خواسته نبوده، ولی بعد که فهمیدم، متوجه شدم که اشتباه کردم، خب دیگه ادامه ندادم. پس اگه من دارم این حرف رو میزنم این معنی نیست که خودم این کارا رو انجام ندادم. منم انسان هستم، مثل اشتباهات داشتم، من حتی مشاوره رفتم، منم مثل آدمای دیگه به حال انسانیم هممون، دردهای روحی داشتم، مشاوره رفتم، درمان کردم خودمو، چون به خودم اهمیت میدم، چون عاشق خودمم و چون خودمو دوست دارم، دنبال درمان روح و روان خودم هستم و اصلا برای من مهم نیست که مردم چی میگن، چون هنوز که تو ایران این مشکلات رو دارن که حالا اگه من برم پیش مشاوره که یکی بفهمه میگن حتما فلانی دیوونه است که داره میره و اینجور چیزا. به نظر من یه شعاری دارم، میگم که تو دنیا هر کاری که دوست داری انجام بده جز تجاوز کردن به حقوق دیگران. هممون خواسته یا ناخواسته به حقوق دیگران تجاوز کردیم. کسی نیست که بگه من این کارو نکردم و اگه کسی واقعا این کارو نکرده خوش به حالش، ولی به هر حال هممون سر اشتباهات تو زندگیمون داشتیم. اولین کاری که میکنین عاشق خودت باش، خودت دوست داشته باش و اینکه دست از سرزنش کردن خودت و دیگران بردار و شاد زندگی کن و قدر تمام تک تک لحظه هاتو بدون. تو منحصر به فردی، از تو یه نفر به دنیا اومده و یه نفر آفریده شده، دقیقا مثل اثر انگشت خودت که منحصر به فرده. و از امروز تصمیم بگیر تا میتونی کمتر اشتباه کنیم، چون نمیتونم بگم اصلا اشتباه نمی کنیم، کمتر اشتباه کنیم. وقتی موضوعی پیش میاد خیلی خوب فکر کنیم در موردش، بعد تصمیم بگیریم، با چند نفر مشورت بکنیم. اگر در اون لحظه فکر خودمون کار نمیکنه و بین دو راهی میمونیم که قبول کنم قبول نکنم، این کارو انجام بدم ندم، حتما به مشاوره، به کسی که متخصصه و تخصص اون کارو داره مراجعه کنین، ازش مشاوره بگیرین و بگین مثلا این دو راهی موندم و واقعا نمیدونم انجام دادنش خوبه یا انجام ندادنش خوبه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله سربلند باشین و فقط زندگی کنید و شاد باشین. تا یه روز دیگه و یه پست دیگه، خدا نگهدار.